مهمون این هفتهمون یک کودکیه با آرزوهای بزرگ. به دلیل بیماری استخوان مرمرین از 2 سالگی جزو روشندلای ما بوده. یه آدم عجیب غریبیه با یه استعداد عجیب غریب. بهتون پیشنهاد میکنم اگه به هر طریقی دارین این برنامه رو میبینین از جلوی برنامه تکون نخورین. خانم ها آقایان، فاطمه خانوم قرار واسه ما میخونه. بگیره دستمو رو همیشه داره هوامو میرم فلست که امیدم رو نمیذاره بمیره شب و روزش قشم جاها توی این سینه اسیره یه نفر هست که بهانه برای جایی جا بذاره تا ببینه بیقراره ببینم اون بیقراره من هنوز چیزی نگفتم